(23) می هستیم سر موزیک چیپس هستیم. یه ذره متفاوت استایل این موزیک ویدیو با موزیک ویدیو یه ذره مچورتر و یه ذره بزرگونه تر و دیگه ما حالت این بری رنگ آبی اومدیم بیرون برای خیلی باحال میشه. نگاه کن چقدر قشنگه. بریز بریز امشب بریز و بپاشه، بریز و یه کار کنه کیپو که پاشه، بریز بریز یه جور که قشنگ کاراشه. ببین چون موهات قامیه فن رو نمیدم. مکالمه تموم شد. یه ذره عدد اصولا این برابری دارم. بیدار لطفا. یالا کردی بد فسمون والا داره بد میشه اوزا وای وای دوتا دیگه بری میشی بای بای کره میچرخی هی دوره میساقی آخرین پیکو بریز بس دیگه هیسو بریم مس نکنی گیمو بریم. یه اتفاق خیلی بدی افتاده. ما لباس کاراکتر ماسکو از هانگ کنگ برامون دارن میفرستن. ترکیه قربونش برم همیشه توی اینجور کارا آدمو پیر میکنن. بسته از 3-4 روز پیش رسیده ولی اینا کلیرش نمیکنن تو ایرپورت، آزادش نمیکنن بسته رو که بیاد برسه بسته ما تا دیروز فهمیدیم که یه جورایی قرار نرسه بستمون بره. خود داریم همه تلاشمون میکنیم یه سری روز برسه برن فرودگاه دنبال این بسته فلان بیسار تا به الان که ساعت 20 دقیقه بعد از ظهره هنوز خبر خاصی نشده ولی داریم همه تلاشمون رو میکنیم دیگه سپردیم به خدا که حداقل تا قبل 9 برسه. اگه تا قبل 9 شب امشب برسه باز ما لباس رو داریم، اگه نه یه کت شلوار مسخره دیگه اگه جا خریدیم اونو باید بپوشم. هر کی اذیتم بکنه با این تفنگ حسابشو میرسم و حالا که چجوری ازش استفاده میکنم خدا اگه توش تیر نداشته باشه به صورت دیگه میتونم استفاده دیگه آنهای برداشت با خود. آقا من اولین کنسرتم با سرجون توی ترکیه بود. دو تا دنسر داشتم که یکیشون بود. من الان یهو دیدم سر موزیک ویدیو چیپسه. گفتش که من قرار بود نیام چون امروز کار داشتم بهم گفتن ویدیوی تو پا شدم اومدم. بیبی برم خیلی ماهه.
آقا ببینیم کی اومده امروز سر ویدیو. سر این ست خیلی داره خوش میگذره چون پیشمه توی ویدیو هم هست. خیلی باحال شده. یه جور مرسی که دعوت منو پذیرفتی و توی موزیک ویدیو چیپس ما رو همراهی کردیم. نظر شما راجع به ویدیو تعالی چیه؟ من دادرسان من خیلی از رنگ و ناب این ویدیو به خصوص دکوراسیون خوشم اومد. واقعا مرسی که من دعوت کردیم. خیلی خوش بود. باعث افتخار ما که شما در کنار ما بودین و امیدوارم که در بقیه کارهای آینده هم بتونیم با شما همکاری داشته باشیم. مرسی هلیه جون. اولیه رو ندید. حالا تا برسیم به اون کاس میدم. الان فعلا فقط قسمت اولش که شما برمیگردید کاس خیلی خستم دیگه، کم کم دارم ناعزیز میشم. بچه اون لباسه که من رفتم خریدم. خب همون لباسه رسیده. من خبر ندادم. من رفتم خریدم. میدونی چی شد گرفتی دیدم شمیز نداشته، فقط تو شلوار رو گذاشته. علیه Psikoloji çok bozuk. حال من از حال اون بدتره. من پاستوما رو باید ببرم تمیز کنم. Rolling 2, 3, oyun. گفتی نمیشه رو مثلا چرا ول شدی حالا اون مثلا. گفتم بس بیا بشین گفتی گیر کرده غیر تو کمر. از بس حسنم سر رفته میریم پارتی هر هفته. گفتم پکی چندمی گفتی حسابش از دست رفته پر. یعنی یه باری از رو دوشم برداشته شد که نگم بهتون. آقا بالاخره رسید با هزار جور بدبختی ما بالاخره این لامصب رو گرفتیم. 3 ساعت مونده بود به صحنه‌ای که من بعد این لباس رو دیگه می‌پوشیدم، ولی بالاخره گرفتیم با پشتکار خودم. وگرنه بقیه قیدش رو زده بودن، گفتم برو یه چیز دیگه بگیر. من گفتم نه، ما باید همون لباسی که باید بپوشم رو بپوشیم. تمام. بریز امشب بریز و بپاشه. بریز و یه کار کن کیپو که پاشه. بریز یه جور که قشنگ کاراشه. یکی باید این رو جمع کنه انگار شباشه. بریز امشب بریز و بپاشه. بریز و یه کار کن کیپو که پاشه. بریز یه جور که قشنگ کاراشه. یکی باید این رو جمع کنه انگار شباشه. بریز امشب بریز و بپاشه. بریز و یه کار کن کیپو که پاشه. بریز یه جور که قشنگ کاراشه. Haydi gösteriyoruz. Three, two, one, action! Thank you guys. Oh. Thank you guys. Thank you. آقا نگاه کنیم برام کیک هم گرفتن واسه چیپس.
Thank you. خب اینم از ویدیوی چیپس. یه کار دیگه، یه کار خفن دیگه کار کردیم امروز. لباسشو از فرودگاه گرفتیم، از هنگ کنگ. همین امروز. از هنگ کنگ. چطور ممکنه آخه؟ این لوک امروز هم بود. لوک ماسک گرفته، لوک مایکل جکسون گرفته. خدایی آرشم این کلیپمون خیلی با بقیه فرق داشت نه اونا هم خفن بود. آره ولی این استایلش خیلی متفاوته. قبول میکنم ازت. مرسی تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. شاید باورتون نشه ولی اینجا رسما همونو پارتی دارن میکنن رسما. مگه تو راستش منم بدم نمیاد الان برم با اینا پارتی کنم.